سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدید به اولین ولاگ یوتیوب من اسرام. امیدوارم که در کنار هم بتونیم بهترین لحظات رو بگذرونیم. این ولاگ در مورد یک روز از زندگی من هست و الان ساعت 6:35 و من آماده شم که برم مدرسه. پس بیاین که با هم آماده بشیم. من امروز امتحان سلامت و بهداشت دارم. قرار بود که این امتحان آخرین امتحانم باشه، اما چون یه تعطیلی داشتیم تو هفته قبل، امتحان فیزیکم بعد از امتحان سلامت و بهداشت افتاد. پس بیاین که با هم آماده بشیم و بریم امتحانمون رو بدیم و احتمال داره برگردم و احتمال داره که اگه مدرسه سختگیری بکنه تا ساعت 2:30 بمونیم تو مدرسه و بعد برگردیم بیایم و برای امتحان فیزیک آماده بشیم. خب بچه ها، من صورتمو شستم، خشکش کردم. بریم که یه روتین پوستی ساده‌ای داشته باشیم تا آماده شیم سریع بریم سرویس. قراره ساعت 7:25 دم در باشه. با یه تونر شروع میکنم اول از همه. داره تموم میشه. یکم زمان بدیم خشک بشه، جذب پوستمون بشه. بعدی من از یه ژل آلوورا استفاده میکنم برای آبرسانی عمیق پوست. الان چون فرصت زیادی ندارم صبرم جذب شه، به خاطر همین سریع کارو میکنم. ببخشید اگه نور بده، چون فعلا دارم با یه دونه چراغ اداره میکنم. اتاقم فعلا کاراش مونده انجام بشه، تموم شه. به خاطر همین فعلا با یه چراغ داریم اداره میکنیم. از یه مرطوب کننده استفاده کنیم. این که میگم هنوز کارای اتاقم مونده اینه که تازه ساخته و همه کاراش تموم شده. یه آینه ها مونده و یکی هم چون برق اینجا هوشمنده، به خاطر همین تو مرحله آخر قرار نصب بشه که دارن نصب میشن. همونطور که میبینید چراغا رو زدن، فقط خیلی مدت زمان کمی نیازه تا تکمیل بشه که ایشالا اونم توی ولاگ بعدی با هم دیگه هم اتاقمو مرتب میکنیم، هم با هم دیگه وسایل جدید آنباکس میکنیم و یه عالمه از کارهای دیگر رو با هم دیگه انجام میدیم. کامل جذب پوستم شد. بریم که یه صبحونه عالی واسه خودمون آماده بکنیم. در واقع من رژیمم میگیرم، به خاطر همین طبق اون رژیم پیش میریم. بریم که صبحونه‌مون رو بخوریم. بریم که با هم لباسای مدرسه رو بپوشیم و کیفمون رو آماده کنیم و تمام. اینا رو بپوشم بیام. بریم که منتهای مدرسه رو بپوشیم. Oh, simple
somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we نماز سلامت و بهداشت، پول و کارت بانکی و کلیدم. نگاش ببینید، هزینه‌های ببینید. تقریبا تموم شد. این از کلون خیلی خوشبوه. یادم از این زاویه ببینید. خب بریم که با هم ضد آفتابمون رو با ابروهامون هم شونه کنیم و بریم سرویس بیاد به مدرسه. به کثیف بودن آینه و پشت در توجه نکنیم. بریم که ضد آفتابمون رو بزنیم. You're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. چون نسبی بشه 70 من کم زدم. Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know. Somewhere only we know. پیش به سوی مدرسه. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. هوا خیلی قشنگه ولی سرویس هنوز نیومده. خب بیاین منتظر سرویس باشیم تا بیاد. هوا خیلی قشنگه. خب بچه‌ها امیدوارم تا اینجا از ولاگ خوشتون اومده باشه. میرم مدرسه و برگردم دوباره همدیگه رو ببینیم. فعلا